عنوان امروز برنامه‌مون هست میگه اسپرانتو بخوان در کوین مینوتای. پایینش هم انگلیسی اسپرانتوش نوشتم کانتو اسپرانتون ان کوین مینوتای. اوکی، اگر این اسکرین عوض بشه من از عدد شروع میکنم برای اینکه یه دفعه میبینید چه جهشی پیدا میکنه در سادگی زبان. ستون اول دست چپ میگه نول اونو، اگر یه خورده تون میرم فقط میخوام پوز بدم که من بلدم. همین اونو دو تری کوار کوین سس سپ اوک ناو دک. با 10 تا واژه که از 1 شروع میشه تا 10 میرسید شما میتونید تا 99 بشمرید. الان میگم دک میشه 10، اونو که میشد 1 شما میبینید من دیگه توضیح نمیدم، فقط استاپ میکنم سر شماره 4 که کوار همون 4 فارسیه، یعنی کلمه کوار رو از 4 فارسی گرفته آقای زامنهوف. بقیهش بیشترش از لاتینه، مثل سپ like سپتامبر، اوک اکتبر، نوامبر. دک دس نذاشته، دس رو جای دیگه یه جای دیگه استفاده کرده. بگذاریم اگر شما بگید 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، بعد بگید 10 1 10 2 10 3 10 4 10 5 تا برسید 10 9، بعد بگید 2 10 2 10 1 2 10 2 2 10 3. این استراکچر زبان اسپرانتوه. بنابراین مثلا وقتی میگید 23 میشه دو دک 3، یا میخواید بگید 99 ناو دک ناو. شما لغت جدیدی لازم ندارید برای 11 یاد بگیرید. 11 نه 10 نه 1، مثل 11 انگلیسی که یه واژه است. شما جداگانه این واژه 11 رو یاد بگیرید که معنیش 11 است. شما توی انگلیسی نمیگید 10 1 10 2. برای تعداد واژه هایی که لازم یاد بگیریم یه دفعه دراپ میکنه، خیلی کم میشه. و اگر شما سنت یاد بگیرید، سنت شماره 100 رو میبینید، اون سی رو نشونتون میدم که چجوری تلفظ میشه. سنت میشه 100. وقتی 100 رو هم یاد بگیرید با اون 10 تای اولیه میشه 11 تا کلمه. با 11 تا کلمه میتونید تا 999 برید، تا اینکه میل یاد بگیرید که میشه 1000، میشه 12 کلمه و شما میرید تا نزدیک 1 میلیون و الی آخر. مثالش رو اونجا تو ستون دوم یکی دو تا آوردم. مثلا 25 میشه دود کوین، کوین میشه 5 که من تو اسلاید اول گفتم. مثلا 1983 رو میبینید میل ناو سنت اوک دک 3 1983. حالا اگه به این اسم عددها یه آ اضافه کنیم آخرش، تو ستون دوم میبینید اونوا دوا دکا میشه اولی دومی دهمی و الی آخر. اون خط آخر میگه می یعنی من، اسکریباس، اسکریباس فعل. هر کلمه که آخرش اس فعله، هر فعلی آخرش اس، استثنام نداره. بنابراین شما اون جمله آخر رو اگر معنیش رو هم ندونید، نفهمید چی نوشته، اون کلمه دوم که اس داره حتما فعله. هر کلمه که آخرش آست صفته، هر صفتی آخرش آست، استثنام نداره و الی آخر. حالا جلوتر نشونتون میدم. بنابراین شما کتاب اسپرانتو رو باز میکنید یا یه تابلو اسپرانتو میخونید، هیچی هم متوجه نمیشید، ولی میگید این فعل، این صفت، این قید، این اسم و الی آخر. خب می اسکریباس لا اونوان لتورن. اوکی، الفبای انگلیسی اسپرانتو 28 تا نماد داره که من یه دور میخونم برای اینکه به گوشتون خورده باشه. آب و سو. سو یه خورده قشنگه. زامنهوف این سی رو، سو رو گذاشته واسه اینکه زبانش رو قشنگ بکنه. شما مثلا میگید اتسه، اتش رو نگید ولی اون سش رو بیان کنید، اون میشه صدای این. یا اگر لاوتسو رو میشناسید که یک متفکر چینی بوده، لاوشو نگید، اون آخرش سوشو بگید، اون میشه صدای این حرف سه. من یه جایی سنت گفتم که میشه 100، تو ستون اول میبینید اون سی اینجوری تلفظ میشه سه. آ بو، آ چون حرف صدا داره واسه خودش
یه شخصیتی داره، یه صدایی داره، ولی بقیه اونا بو، چو، دو، فو الی آخر این شکلیه. تو انگلیسی هم مثلا ای آخرش میاریم یا ا میاریم، مثل ای میاریم، بی، سی، دی، بیشترشون تو انگلیسی ای هم. بعضی جاها استثناس و قاطی شده، حالا نمیخوام راجع به انگلیسی حرف بزنیم. آ، با، چو، چو، دو، ا، فو، گو، جو، هو، خو، ای، ی. جی رو ببینید، ی. این یکی از ابتکارات زیبای زامنهوفه. من چند بار عرض کردم که نه تو انگلیسی، نه تو فارسی، نه تو عربی ما علامتی برای ی نداریم. ی فاقد علامته در فارسی و این لطمه زیادی زده. و هم همینطور. به هر حال ایشون گذاشته یو، ژو، کو، لو، مو، نو، او حرف صدا داره. پو، رو، سو، شو، تو. این یو او خونده میشه. این یکی که یو بالاش کلاه داره جزو حروف اسپرانتو نیست، ولی مشابه دبلیو. بعد و که با وی نشون داده میشه و زو. هم 28 تا حرف بیشتر نداره. یه دردسری داره که من نمیپسندم، اونم اینه که اینا سرکش دارن، مثل چو، جو، شو و و. اینا سرکش دارن و ژ هم همینطور و خوب نیست. من روی خط خودم راجبش حرف میزنم که چرا سرکش داشتن نداشتن خوب نیست. حالا واسه اینکه یه دور یاد بگیریم چجوری این اسپرانتو رو بخونیم، چون خوندن برام مهمه، امروز میخوایم راجبش حرف بزنیم. اون جو رو ببینید، جو، مثال خوبی برای نداشتم، اوهام. این برای اینه که حرف ترکیبی ا یا یو رو نشونتون بدم، مهم نیست. ژاله، ژاله، حرف آ فقط صدای آ داره. در زبان اسپرانتو صدای ا وجود نداره. زامنهوف عقیدهش این بود که ا زبان رو زشت میکنه. چراشو نمیدونم، ولی ا تو زبانش نیست و به نظر من این یه ضعف زبان اسپرانتوه که من توضیح میدم این ضعف چجوری باید برطرفش کرد بماند. ما هیچ جا ا نداریم. هر وقت حرف ای رو میبینید فقط آ میخونید. بنابراین ژاله هیچ چیزی نیست که بنوشته بشه و خونده نشه. برای اینو ژیل نمیخونیم. ژاله، نوروز، کوچه، خیابان. ببینید چه قشنگ ای و ی تو خیابان جدا شده. اینا دو تاست و ما هیچ وقت تو نوشتن فارسی، عربی و امثال هم ی و ای رو جدا نمی کنیم. یه دونه علامت میذاریم و یاد میگیریم که این هر دو رو توش بگنجونیم. خی، ایش با ی خیابان فرق داره. خیابان. خسرو اینجوری باید تلفظش کرد. ژانویه، ژانویه آخرم میبینیم. خب این یه مثال، یه نمونه بود واسه اینکه ببینیم چجوری اسپرانتو تلفظ میشه. راجبش حرف میزنم. اینجا راجب اینکه واژه سازی چجوری انجام میشه من یه اشاره کردم، حالا اینجا یه خود بیشتر میبینیمش. اول یه ریشه اگر داشته باشیم، این ریشه به آ بچسبه میشه صفت. اینجا زیرش مثال زده: بلا، بونا، وارما. فارسیش هم نوشتم که دیگه وقت برای ترجمهش نباشه. اگر ا بیاد آخرش قید میشه. هر قیدی آخرش است. همه قیدها آخرشون است. بله، بونه. بونه یعنی به خوبی، بله یعنی به زیبایی، بلا یعنی زیبا. بنابراین بلا میشه صفت، بله میشه قیدش. و اگر ای داشته باشه مصدر. ای داشته باشه مصدره. مثل هلپی، مانجی. مانجی یعنی خوردن. اگر یه بیاد آخرش یه علامت جمعه. حالا اینجا بلای، بلای یعنی زیباها، بنای یعنی خوبها. پس فقط هر وقت جی نبود یه، هر وقت یه آخره کلمه باشه اون کلمه جمعه. یه شو حذف میکنید، بعد پشتش میبینید چیه. اگر علامت اسم باشه یا قید باشه یا صفت باشه و الی آخر. نه پسوند رایه. وقتی میخوایم بگیم شما را، شما و را تو فارسی دو کلمه است، تو خیلی زبان ها دو کلمه است. اینجا فقط با یه پسوند ان درست میشه. می، مین.
می مین. می یعنی من، مین یعنی مرا، یا وی یعنی شما، وین یعنی شما را. این رای مفعولی با کلمه با حرف ان درست میشه. مثلا میگم وی یعنی شما، وی استاس میا امیکو. من راجع به آ حرف زدم. آ علامت صفته. اگر می داشته باشم آ بیاد، میا میشه صفت که به می چسبیده میشه مال من. وقتی میگم وی استاس میا امیکو یعنی شما دوست من هستید. زیاد وقتتون نمیگم. او علامت اسمه. هر چی به او ختم میشه اسمه، هر اسمی به او ختم میشه. اینجا چند تا مثال میبینید: هتل، موزه، تئاترو. این تیکه زیبای زبان اسپرانتوش باهوشی آقای زامنهوفه. ایس، آس، اوس علامت گذشته و حال و آینده برای فعل. الان فعل رو دیدیم که علامت مصدریش ای بود، اون بالا هلپی رو دیدید. حالا با هلپ که ریشه است، هلپی که مصدره، اون علامت مصدری رو میذارید کنار، جاش ایس میذارید، میشه هلپیس، یعنی کمک کرد یا کمک کردم، بسته به اینکه فاعل داشته باشه. هلپیس، هلپاس، هلپوس. اون پایینش اتفاقا هلپ مثال خورده. یا مانجیس، مانجاس، مانجوس. زیباییش در چیه؟ ممکنه این تا حالا راجعش فکر نکرده باشید، ولی من الان نشونتون میدم منظور چیست. در زبان فارسی ما هیچ زمان آینده‌ای نداریم. یعنی زبان فارسی فاقد زمان آینده است. همینجور زبان انگلیسی، من چرا زبان و زمان رو اشتباه میکنم؟ زبان انگلیسی زمان آینده نداره، فقط زمان حال و گذشته داره. فارسی هم همینطوره. ما فقط زمان حال و زمان گذشته داریم در فارسی. ما هیچ جوری زمان آینده رو نمیتونیم بسازیم. اصلا چیزش نیست، ابزارش نیست. حالا مثال بزنم که روشن بشه. وقتی میخوام بگم مثلا فردا به اونجا میرم، میگم فردا به آنجا خواهم رفت و اینو میگیم یعنی نماینده آینده. ولی خواهم از خواستن همین الانم هست، یعنی فعل حاضره. خواهم آینده نیست. خواهم مثل میروم یا روم، خورم، خواهم مال زمان حاله. فقط یاد گرفتیم اگر زمان حال خواستن رو بغل فعل گذشته بگذاریم، این دوتا معنیش آینده است. خواهم رفت، این خواهمش حاله، رفتش گذشته است و این دوتا با هم معنی آینده رو به ما القا میکنه. ولی نمیتونیم بسازیم، یعنی ابزاری برای ساخت زبان. همینطور در انگلیسی ما مثلا میخوایم بگیم خواهم رفت، میگیم will go. go زمان حاله، will هم زمان حاله. این دوتا حال رو بغل هم میذاریم و مراد میکنیم آینده رو. ولی این اشکال در زبان اسپرانتو برطرف شده. عربی هم همینطوره ها. عربی هم زبان آینده نداره. بگذاریم ایس، آس، اوس پیشرفت بزرگی است در حل این مشکل و قرض گرفتن یک کلمه مداوم. خواهم 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 که با خواهم خورد، خواهم رفت، خواهم. این کلمه خواهم دیگه میندازیش دور، یا ویل انگلیسی رو میندازیش دور، فقط اوس میگذاری. یعنی فعل صرف میشه در گذشته، فعل صرف میشه در حال، فعل صرف میشه در آینده. مثلا تو انگلیسی فقط گو داریم و ونت، چیز دیگه ای نداریم با گو بسازیم، فقط گو و ونته. بعد ویل گو میشه. فهمیدید چی گفتم؟ ببخشید طولش دادم. دو تا وجه دیگه به فعل اضافه کرده زامنپو که فعل رو اینجوری صرف میکنیم. یکیش اوسه، یکیش اوه. اوس علامت شرطیه، او علامت امره. تو انگلیسی هم علامت امر نداریم. بدون هیچ علامتی میگیم گو، یعنی برو. این امر کردنه. تو فارسی هم یه ب اضافه میکنیم به بن مضارع یا بن دگرورس و میگیم برو یا برو. توی انگلیسی، توی اسپرانتو آخرش او میگذاریم یا اوس میگذاریم، میشه شرطی. بنابراین هر فعلی، هر مصدری 5 جور صرف میشه: گذشته، حال، آینده، شرطی و امری. به هر حال من نمیخوام اسپرانتو درس بدم همش رو، ولی برید توی این دیتیلش و بدونید که تمام قوانین اسپرانتو همین دوتا اسلایدیه که من خدمتتون عرض میکنم
میبینید که خیلی قوانینش ساده است. 4 دفعه اینا رو تکرار بکنید همه چی دستمون میاد. یه پیشوند مالم هست که معنی ضدیت میده، مثلا بلا مال بلا. میتونه کلمه زشت یک کلمه جداگانه هم باشه، ولی حتما میشه با بلا سرد ساخت، با وارما میشه سخت، میشه ببخشید من چی گفتم، با بلا میشه زشت ساخت، با وارما میشه سرد ساخت. حرف تعریف داره، من نمیپسندم، ولی چون زبانهای اروپایی همشون حرف تعریف داشتن، به هر حال زامنهوف دوست داشته این حرف تعریف لا رو که از فرانسه آورده، مثل THE انگلیسیه، آورده توی زبانش. این اسلاید شاهکاره، فقط یک آدم سوپر باهوش میتونه همچی چیزی بسازه. این چنان مشکلاتی رو حل میکنه در همه زبانها، باور نکردنی. اعجاب آور این اسلایدی که الان میبینید. من ستون سمت چپ رو میبینید که 1 2 3 4 5 تا یا در واقع 4 تا نماد ده. سمت راستم 7 8 10 تایی است که الان یه دور براتون میخونم. سمت چپ از چه شروع میکنم. اون بالا دست چپ چست. چه با ای میشه چی. چه یعنی هر چیزی، هر. چه با ای میشه چی. حالا بیایید به اولیه بالای دست راست بچسبونید، میشه چیا، یعنی هر گونه. چیه یعنی هر جا. چیو یعنی هر چیز. چیو یعنی هر کس. چیال یعنی هر چرا، هر فارسیشو نداریم، به هر علتی. چیال گفتم، چیام یعنی هرگاه، چیل یعنی به هر ترتیب، چیست مال هر کی، چیوم یعنی به هر اندازه. حالا اون آی بالای دست راست نگهش دارید، سمت چپ رو عوض میکنه. اگر هیچی نگذارید اول آی، اول ای و بگید ایا، میشه گونه ای، معلوم نیست چه گونه ای. بعد یا جایی، چیزی، کسی الی آخر. اگر که ببخشید کو بگذارید و با ای بخونیدش، میشه کیا، میشه علامت سوال. بنابراین همه لغت هایی که پرسش میکنن کی دارن اولشون، کو و ای. کیا یعنی چگونه، کیه یعنی کجا، کیو کی، کیو ببخشید کیو یعنی چی، کیو یعنی چه کسی یا کی، کیال، کیام، کیل، کیس، کیوم. این ترکیب تمام واژه‌هایی که در هر زبانی در دنیا ممکنه این ترکیبا وجود داشته باشه کامل میکنه. در فارسی چند تاش نیست، در انگلیسی هم چند تاش نیست، ولی زامنهوف خودش اینا رو اضافه کرده. مثل اون وجه شرطی که برای صرف فعل بود، یه ابتکار جدیده. این ابتکارش ابتکار بی‌نظیری، واقعا زیبا و دوست داشتنی. من آفرین بهش میگم به خاطر این کارش. حالا یه ذره نگاه بکنید که یه ذره بیشتر ببینید. من الان یه ذره اسپرانتو براتون میخونم و حرف میزنم و نشون میدم که به گوشتون بخوره. میگه چو شی استاس کنوبینو، چو شی استاس کنوبینو یعنی آیا او دختر است، کنوبینو یعنی دختر. اون آی ان آخرش رو حذف کنید، میشه کنوبا یعنی پسر. شی استاس کنوبینو، او دختر است. چو لا کنوبینو استاس یونا، یونا یعنی جوان. ترجمه جلوشه، وقتتون نمیگیرم، ولی خودتون میتونید یک به یکش بکنید. یس، اون یس یعنی بله که میبینید. یس شی استاس یونا، بله او جوان است. این هم یه نقطه ضعف زبان اسپرانتو به نظر من، که به خاطر چیزی که در بعضی از زبانهای اروپایی وقتی سوم شخص داریم بین زن و مرد و اشیا تفاوت ایجاد شده، مثل هی، شی و ایت. این کار رو زامنهوف توی زبانش آورده. لزومی نداشت سوم شخص جنس داشته باشه، یعنی شی که اینجا میبینید نشان دهنده او سوم شخصه، ولی دختر بودن توشه. اصلا لزومی نداشت جنسیت داشته باشه. نمیدونم چرا این کارو کرد. بگذاریم. چیلا استاس اینسترویتو، نه اینسترویستو. اون ایست ژیلا خانم هم اشاره کردن، ایست که آخرش میاد شغل رو نشون میده. اینستراکتور، این از کلمه اینستراکتوره. اینسترویست
یعنی معلم، آموزگار. اینسترویستو باید او داشته باشه تا بشه اسم. نه یعنی نه. نه لی نه استاس اینسترویستو، نه او آموزگار نیست. لی استاس سولداتو یعنی او سرباز است. الان یاد گرفتید که لی و شی یعنی او، شی مؤنث، لی مذکره و من ایراد میگیرم بهش. بگذارید این یک کوچولو شنیدنه. من براتون میخونم ستون دوم رو، کلماتش دست چپ نوشته شده معنیش. سالوتون که شنیدید، سالوتون یعنی سلام. میا نومو استاس آناپانا یعنی اسم من آناپاناست. میا مالکیت مال منه، نومو که همون نیمه، میا نومو استاس آناپانا اسم من آناپاناست. میا پرسونا نومو استاس آنا اسم اولم یا فرست نیمم آناست. میا فامیلیا نومو معذرت فامیلیا نیست، فامیلیا. میا فامیلیا نومو استاس پانا لاست نیمم فامیلی پاناست. میلوجاس یعنی زندگی میکنم. میلوجاس ان نویورکو اوسونو. نویورکو یعنی نیویورک، اوسونو یعنی یو اس ای. بنابراین من در نیویورک آمریکا زندگی میکنم. میا آدرسو استاس میل توتسن تریدک کوار لونگ استراتو یعنی در خیابان لونگ شماره 1 2 3 4 آدرس من. میا رتپوشت آدرسو استاس آنا الاخر. یادم رفت چی میشه. میگه آدرس الکترونیکی من رتپوشت، رت یعنی شبکه، نتورک. رتپوشت آدرسو یعنی آدرس الکترونیکی من این است. میستاس دک اوک یارا یعنی من 18 سالمه. یارا همون یه. کیو تا به کی و آی میرسید یا کو و ای میرسید میفهمید که علامت سواله. کی او چی بود؟ برگردم اینجا یادتون بیاد. بله خواهش میکنم. خب او اینجاست، چیز یعنی چی. کیو استاس ویا نومو اسم شما چیست. کیه وی لوجاس یعنی کجا زندگی میکنید. جیس یعنی بای. آنا. حالا که یاد گرفتید واژه کای به معنی اند لازمه که اشاره بکنم. این پایین این مثال زدم. اونو کای اونو استاس دو یعنی یک و یک میشه دو. اونو کای اونو نه استاس تری یک و یک سه نمیشه. باید لهجه اسپرانتو رو بشنوید. من Saluton. Mia nomo estas Ana Pana. Mia persona nomo estas Ana. Mia familia nomo estas Pana. Mi loĝas en Novjorko, Usono. Mia adreso estas 1234 Longstrato. Mia retpoŝtadreso estas ana@lernu.net. Mi estas 10-jara. Kio estas via nomo? Kie vi loĝas? Ĝis, Ana. بسیار عالی. اینو گذاشتم واسه اینکه لهجه‌اش شنیده بشه. دو تا اسلاید دیگه هم گذاشته بودم که یه خورده بیشتر اسپرانتو بشنوید ولی لزومی نداره. میتونیم اینو اسکیپش بکنیم. من این اسلایدها رو براتون میفرستم، خودتون بعدا میتونید بخونید. نکته این که الان این اسلاید ستون دست راست رو برای خوندنش هیچ اشکالی ندارید. من مطمئنم حالا همه میتونید بخونید و همه میتونید بتونید بگید که کدوم اسم، کدوم فعله، کدوم قیده و الی آخر. sur la bildo estas knobino یعنی اون عکس یه دختره. شیا نومو استاس آنا شی یعنی او، شیا یعنی مال او، نومو یعنی استاس یعنی هست، آنا هم که اسمشه. میگه اسم اون دختر یا اسم او آناست و الی آخر.
این دیگه زیادیه. این کیه؟ این ادل. من با اجازه ژیلا خانم میخواستم یه دونه آهنگی که به اسپرانتو خونده شده بشنوید، ولی قبل از اینکه برم سراغ اون آهنگ این رو خدمتتون عرض بکنم که اختلاف لهجه ها در زبان های مختلف، یا منی که فارسی بودم و حالا انگلیسی حرف میزنم و همه میفهمند لهجه دارن، این لهجه از کجا میاد؟ این است که الان خدمتتون عرض میکنم و با یک مثال نشونش میدم. مثلا کلمه سناریو یعنی فیلم نامه. این کلمه 3 تا بخش بیشتر نداره. 4 تا بخش بیشتر نداره. سناریو. فارسی زبان یا زبان فارسی فشارش روی بخش اول کلمه است. بنابراین حتما بخش اول کلمه رو از فارسی زبان میشنوید. 3 سناریو رو از من میشنوید. انگلیسی فشارش روی سیلاب یا بخش دومه. برای انگلیسی زبان وقتی میگه سناریو ممکنه 3 شو نشنوید ولی نشو میشنوید. سناریو. یه ایتالیان فشارش روی ما قبل آخره، میگه سناریو. این ایتالیان اکسنته. بنابراین وقتی اون اکسنت عادت میکنه، یه ایتالیایی فارس انگلیسی حرف میزنه، شما اون اکسنت، اون فشار رو میبینید تو کلمات انگلیسی که به کار میاره و میفهمید لهجه ای داره. لهجهش مثلا ایتالیاییه. بنابراین لهجه فارسی زبان و لهجه مثلا ایتالیان زبان بین علته که آشکاره. بقیه زبان هم همینطورن. یعنی اونها جایی رو فشار میگذارن که مثلا انگلیسی زبان فشار نمیگذاره. فشار انگلیسی زبان روی سیلاب دومشه. همینطور میشه بچه‌های ما که توی جامعه انگلیسی زبان، تو مدرسه انگلیسی زبان، انگلیسی میشه زبان اولشون، وقتی فارسی حرف میزنن خیلی بانمک حرف میزنن، برای اینکه فشارشون رو میذارن روی بخش دوم کلمات فارسی و به گوش ما خوشایند یا بانمک میرسه. توی اسپرانتو هم شبیه ایتالیانه، یعنی فشار روی سیلاب ما قبل آخره. سناریو، این میشه اسپرانتو. کلمش اسپرانتو نه. این آهنگ آدل به اسپرانتو خونده شده یا بازخوانی شده، بد نیست بشنوید. مال اینترنت منو ببخشید. یه روز این شروع میکنه بخوندن. چه شد؟ مثل که خانم آدل دوست نداره بخونه برای ما. کلا همه چی تست شده بود روی کامپیوتر، اما خب وقتی میخواد روی اینترنت پخشه گاهی درد سره. هالو خب دیگه بیشتر از این وقتتون نمیگیرم. شما خودتون سرچ بکنید هلو اسپرانتو، همین میاد. یه دور گوش بدید که Estás mi demandis min posti a lunga nera conto ni por forgesi che una ina l'audire il tempo in curazza sies di mi pluma alzanas allora chuvia audas min revigas nun Californio per Dio che ni estis chiam ni unis kai liberis che ni fartis mi forgesi santa o la mundis valis che malsamai sta
بسیار عالی. بقیه‌اش دیگه خودتون انشالله گوش میکنید. من میخوام به خط برسم. معذرت میخوام، صدای من میاد؟ یه نفر، اگر من نمیبینم کسی رو، اگر بفرمایید که صدامو میشنوید. خیلی خوب، ممنونم، بسیار عالی، همه چی درسته. خب یه بار دیگه برم سراغ حروفش. حروف بی صداش اینجا اومده. بی صدای چی؟ بی صدای اسپرانتو. بود، سو، چو، دو، فو، گو و الی آخر. اینم حروف صدا دارشه. 5 تای اول درسته. 6 و 7 A U E U که مثلا مثال فارسیش میشه اوباش. این مثالا هم از کتاب آقای، فکر میکنم همش کتاب آقای صاحب زمانی اومده. اوباش، اوقات. مثل توی فارسی میگیم قوم و قوم، فقط ما میفهمیم که فرق داره قوم و قوم. یکیش یعنی قبیله، یکیش شهر قومه و یه تفاوتی بین اوی این و اوی اون هست. اون قوم اینجاست، شماره 6. من به زامنهوف ایراد میگیرم، لزومی نداشت صدای ترکیبی ایجاد بکنه. برای شباهت به انگلیسی شاید کار کرده یا فرانسه، من نمیدونم. اگر 6 و 7 صدای دیگری بود باید یه علامت جدیدی استفاده میکرد. از خیلی علامات استفاده نکرده، مثلا کیو ندیدید یا وای ندیدید. اگر قرار است از صورت‌های آشنا استفاده کنه، میتونست از اینا استفاده کنه برای 6 و 7 صدا ایجاد بکنه. این نقطه ضعفه. صدای ترکیبی یعنی 2 تا علامت برای یک صدا، نقطه ضعفه. من خوشم نمیاد، نباید این کارو میکنه. بسیار. بریم سراغ این که ببینیم چند تا زبان و چند تا خط تو دنیا هست. تعداد زبان‌ها فکر میکنم 80,000 تاست، یه همچین چیزی. تعداد زبان‌هایی که در کره زمین صحبت میشه. هر ماه هم یکیش میمیره، برای اینکه آخرین گویشوراش میمیرن. وقتی میریم سراغ خط توی دنیا بیشتر از 50 تا نیست، فقط مثلا 50 تا یا کمتر، مثلا 37 تا اسم برده شده. من حالا فرض میکنم تا 50 تا اسکریپت بیشتر نداریم. اما از اون 50 تا اسکریپت تعدادش خیلی پرکاربرده که توی این نقشه میبینید. اون جاهایی که سبزه همه دارن الفابت انگلیسی یا لاتین نیست، الفابتی که توی زبان انگلیسی استفاده میشه تو تمام این سبز ایریای سبز استفاده میشه که این بیش از فکر میکنم 55% جمعیت دنیاست. پس شماره 1 و به نظر میاد که دامیننت خواهد شد. عربیک اون آبیا هستن، آبیهای پررنگ عربیکن. یه جاهایی هم خیلی کوچولو میبینید، مثل خطی که توی گرجستان استفاده میشه. خانم آریا اشاره کردن که خط زیبایی است. گرجی‌ها برای خودشون یه الفابت خاصی دارن، ارمنی‌ها برای خودشون یه الفابت خاصی دارن، ولی اینها خیلی در نسبت کل دنیا percentage wise زیرو هن. عبری‌ها برای خودشون خطی دارن که اونم در کل عدد بزرگی رو نمیسازه، ولی به هر حال جزو خطایی که وجود داره. خطی که توی هندوستان هست بهش میگن دیوانگری. ستون 2 این پایین نگاه کنید، دیوانگری خطی است که توی هند استفاده میشه. توی آفریقا کلا 3 تا خط بیشتر نیست که اونجا هست. توی آسیای شرقی هم خیلی کشورها خطای خودشونو دارن، مثل کره خط خودشو داره، ژاپن خط خودشو داره. بگذاریم که اون خطای پیوندی نیستن که ما استفاده میکنیم. کلمه سیمبولیک لاوس و الی آخر. هم پرسنتش من اشتباه گفتم 50 خورده درصد، در واقع 36% این جمعیتیه. 36% جمعیت جهان با لاتین کار میکنن. چاینیز رو بگذارید کنار. هندی هم 14% جمعیت دنیا، عربیک اسکریپت که همشون عربیک لنگویج نیستن، برای عربیک اسکریپت استفاده میکنن، 14%. سیریلیک که نقشه بزرگی فقط 4% خط هست. بگذارید این خطای عمده‌ایه که وجود داره و 34 تاش اینجا. هر چی خط فکر کنید اینجاست. نمونه‌اش هم جلوش می‌بینید برای اینکه
زیبایی بعضیاش برای من جالبه. مثلا خطی که تایلنده خیلی خط قشنگیه، گرافیکی، چشم نوازه، من دوستش دارم. حالا هیچ وقتم نخوندم، هیچ وقتم یاد نگرفتم. خطی که شماره 10 که دیوانگری، همیشه من نگاه میکنم به نظرم میاد که یه ریسمان بند رخت بهش لباس آویزون کردن. شماره 10 رو دارم عرض میکنم و الی آخر. حالا هیچ کدوم از این خطا رو نمیتونه آدم بگه خیلی زیبان یا خیلی به چشم میاد. آدم اهل هنر باشه تا متوجه بشه چی زیبایی هنری داره. هنرمندا هم مبتکرن. توی هر کدوم از این زبان‌ها که برید یا هر کدوم از این خطا که برید، هنرمندا برای خودشون خوشنویسی دارن. یعنی همه اینا رو میشه یه جوری نوشت که به چشم خوشایند باشه. من گفتم 80,000 تا اشتباه کردم. 41,806 زبان وجود داره. این آمار مال پارساله، بنابراین همونجوری که عرض کردم ماهی یه دونش میمیره، الان کمتر شده. ولی 40 تا اسکریپت معروف وجود داره. یکی از اسکریپت های خنده‌دار اسکریپت هاواییه. احتمالاً یه جایی توی اسلایدها نشونتون میدم که فقط 12 تا کاراکتر داره. میرسه. برگردیم سراغ اسپرانتو و یه نگاهی بکنیم. من همش دارم اصرار میکنم برای اینی که آسودگی و سادگی خواندن کلمات رو به شما گوشزد بکنم. بلا، من دارم ستون اول دست چپ رو میخونم، معنیاشو جلوش نوشته، ولی من یه دور میخونم دوباره شما نگاه بکنید. بلا چلو چوکولادو دونی فاتسیلا گراندا جوی هورو خورو یونا ژورنالو ستون دوم کافو یعنی کافی لاندو مارو نوکتو پاتسو راپیدا سالتی یعنی پریدن، به سالت و نمک ربطی نداره. شیپو تاگو آوتو ویوو زبرو. حالا یه اشکالاتی که توی زبان ما هست ولی متوجه نمیشیم رو میخوام اشاره بکنم، بد نیست بدونیم. این لغت اون بالا دست راست رو میبینید نوشته پالیندروم. این انگلیسی ها کلمه پالیندروم یعنی چی؟ پالیندروم به کلمات میگن که از این ور و از اون ور یه جور خونده میشه. واضحه که این پالیندروم در زبانهای مختلف کلمات مختلفی رو شامل میشه. حالا تو انگلیسی ریس کار یا کیک از دو طرف یه جور خونده میشه. اینا رو وقتی به اسپرانتو بنویسیم، اون چی بود؟ اون رو بعدم میخونم. به اسپرانتو بنویسیمشون میشه ریس کار. تو انگلیسی تو اسپرانتو اینجوری نوشته میشه که دیگه از اون طرف همونجوری خونده نمیشه، ولی کیک همونجوری خونده میشه. این پایین دست چپ میگه توانا بواد هر که دانا بواد، ز دانش دل پیر برنا بواد. این اون اشکالی که عرض کردم. اگر زامنهوف نمادی برای ا نشون میداد، حتی اگر زبان اسپرانتو ا نداشته باشه، ولی این نماد رو نشون میداد و اضافه میکرد، من میتونستم زبان فارسی رو بدون دردسر به اسپرانتو بنویسم. این چیه؟ اینو نگاه کنید. یک مسابقه به نظر بنده ابلهانه در آمریکا هر سال برگزار میشه. من هر وقت اینو میبینم از اون روزی که دیدم هرس میخورم که بشر امروز نباید یه همچین بلاهتی داشته باشه. جدای این که این بچه ها زیباست کارشون. این مسابقه اسپلینگ بذارید این Rapid round 10. Here's Jacob again. Kabaragoya. Kabaragoya. I knew it. I totally knew it. Okay. Kabaragoya. Cabaragoya. Kabaragoya. What?
Kabaragoya is spelled K-A-B-A-R-A-G-O-Y-A. چرا باید بشر امروز یه همچین اشتباهی بکنه؟ یعنی یه چیزی بگه، یه چیز دیگه بنویسه، یه جور دیگه بخونه. اصلا این واقعا برای بشر امروز خجالت آوره. برای آزمون یعنی مسابقه هر سال در آمریکا هست، خیلی هم بچه‌ها دوست دارن. جدای تلاشی که میکنن، تلاش شایستگی، برای بشر امروز خجالت آوره به نظر من که این کاباراگویا رو ندونه با سی یا با کی. یه دونه علامت باید بگذاریم. من خط اسپرانتو رو دارم استفاده میکنم و چینی مینویسم. این ستون دست راست چیزی که الان ظاهر شد میگه نیهاو ما، هیچ مشکلی نداره که با خط اسپرانتو چینی بنویسید. نیهاو ما یعنی حال شما چطوره یا سلام علیکم. نیجیاو شم منجه، نیجیاو شم منجه یعنی what's your name. میگوینشی یعنی that's okay. جند ما یعنی واقعا من یه بار دیگه وقتی راجع به زبان چینی حرف می‌زدم خدمتتون عرض کردم اگه با چینی روبرو شدید برای شما کلی حرف زد، وقتی حرفاش تموم شد فقط شما بگید جند ما سوالی، از تعجب چشماش درشت میشه، فکر میکنه همه چی رو فهمیدید که آخرش میگید جند ما، اونم فوراً میگه جنده یعنی بله واقعا. خب برسیم به بحث آخر. من تونستم خودمو برسونم یه رو دیگه حرف بزنم کارم تموم. این اولین باره که من دارم در یک پابلیک این نظریه خودم رو بیان میکنم و نگهش داشته بودم و روشم کار میکردم تا اینکه برسه یه مثلا سازمان مللی برم سخنرانی بکنم در یه جایی که برد اون شکلی داشته باشه. برای اولین بار این رو به عنوان کینوت اسپیکر بگم. ما تو کارمون کینوت اسپیکر خیلی جا هستیم و میریم تو این کنفرانس، ولی کینوت اسپیکری که ما هستیم همیشه چارچوب بحثمون معلومه. یعنی مثلا انرژی حرف میزنه، نمیدونم روباتیک حرف میزنه، قرار نیست بریم راجع به بهترین خط دنیا حرف بزنیم. این مونده همینجوری. بگذاریم قبل از اینکه برسم به اون خطی که مثلا من میخوام بگم باید چجوری باشه، ویژگی های یک خط آرمانی، خط میشه دبیره. اول بشه گسسته نوشت و بشه پیوسته نوشت. ایدئاله ها، من نمیگم خطی این چنینی میتونیم بسازیم، ایدئال بشه هم از راست به چپ نوشت هم از چپ به راست. دلیلش این است که من توی یه دونه کار تحقیقاتی نشون دادم که راست دست از راست به چپ بنویسه انرژی کمتری میبره، براش راحت تره، دستش خسته نمیشه. چپ دست از چپ به راست بنویسه. جدای این مطلب زبان‌های مختلف راست به چپ و چپ به راست نوشته میشه. به هر حال انگلیسی که از چپ به راست نوشته میشه، اگر چپ دست باشید راحت، راست دست از چپ به راست نویسیش سخته. حالا چجوری انجام شده؟ دست ما مثل یه ربات سیمولیت کردیم، بهش میگیم articulated ربات و درس رباتیک رو با هم بگیرید، من اونجا جزئیاتش رو میگم. ولی دست ما 3 درجه چرخشی آزادی تو شولدر داره، یه دونه لولا اینجا داره که چیش میگید؟ زانو نیست، آرنج داره، 3 درجه چرخشی هم اینجا داره مچ، میشه 7 درجه آزادی، 7 حرکته. حالا میدونید که در فضا 6 درجه آزادی بیشتر لازم نداریم. وقتی میشه 7 یه دونه اکسترا، یه دونه اضافه داره. باید بعداً سر کلاس میگم که اون یه دونه اکسترا به چه دردی میخوره، چرا ایجاد شده. عین همین بازو رو بازوی شاتل ساختیم، اونجا هم درست 3 درجه چرخشی داریم، بازوی شاتل هم 7 درجه آزادی داره. اما این رو برای سادگی میتونیم درجات موچ رو حذف بکنیم، آرنج 1 درجه بمونه و شولدر هم 2 درجه داشته باشه، بنابراین میشه 3 درجه آزادی. و فرض کنید که قلم رو اینجوری بگیریم دستمون، یعنی دست رباته بگیریم و این روی برگه A4 از راست به چپ مثلا روی یک موج سینوسی تا آخر خط بره، برگرده اینجا یه ذره پایین‌تر، دوباره این موج سینوسی. این مثلا شبیه سازی نوشتن باشه. همین کار رو میتونه از چپ به راست انجام بده. مثلا 20 خط توی صفحه A4 به پهنای مثلا 8 اینچ این کارو بکنه و بعد
ما میزان انرژی که این موتورها استفاده کردن تا این حرکت رو انجام بده از بالا تا پایین جمع میزنیم، نشون میدیم که از راست به چپ نوشتن کمتر از چپ به راست نوشتن و چون برای ربات فرق نمیکنه میتونیم میررش کنیم، اون نتیجه که گفتم چپ دست از چپ بنویسه و راست دست از راست از اینجا در میاد. حالا این سیمولیشن مهم نیست برای اینکه برای یه دونه فاکتوره، اما اگر بشه خطی داشت که از چپ به راست بنویسیم و از راست به چپ بنویسیم، همه اون زبان‌هایی که از چپ به راست الان می‌نویسن میتونن این خط رو بگیرن. دقت بفرمایید که من راجع به خط ایدئال حرف می‌زنم، یعنی میگم همه دنیا همه زبان‌ها با یه خط بنویسن و اون خط مثل اسپرانتو همونی که میشنوید علامت داشته باشه، همونی که مینویسید هم بخونید. بنابراین چیزی به اسم اسپلینگ وجود نداره، چیزی به اسم دیکته در تمام دنیا حذف میشه. آهنگ نویس باشه، آهنگ نویس یعنی زیر و زبر و پیش توی کلمه نوشته بشه. و شماره 4 که خیلی شاید مهم نباشه، بی نقطه و بی سرکش نوشتن، که تو فارسی نقطه و سرکش خودتون میدونید سرکش، تو انگلیسی هم نقطه داریم هم سرکش. نقطه تو آی و جی میاد، سرکش توی تی و اف میاد، تی و اف سرکش میگیرن، یعنی شما باید قلمو برگردونید سرکشاشون رو بگذارید. خوب نیست. خط ایدئال اینه که وقتی قلم رو از کاغذ برداشتید کلمه تموم بشه برید سراغ کلمه بعدی، بر نگردید کلمه رو آرایش کنید، نقطه هاشو بذارید سرکشش بذارید، حرفا نباید اینطور باشه. ولی حالا خیلی مهم نیست. این خط هاوایی، زبان هاوایی خطاش 12 تا حرکت بیشتر نداره، من ازش میگذرم. خب اون خطی که من میخوام خدمتتون ارائه بکنم یه چیزی حدود برای فارسی حدود 250 تا علامت میخواد. برای اینکه یک خطی باشه که همه دنیا رو بپوشونه 400 تا علامت میخواد. حالا واسه اینکه این وحشتش بریزه، یه فکر نکنید 400 تا علامت یاد گرفتن خیلی زیاده. خدمتتون عرض بکنم که مثلا توی زبان فارسی چند تا حرف داریم؟ مثلا 31 2 3 بسته به روایتمون 31 و 2 3 تا چیز داریم، حرف داره، حروف الف با. اما مثلا برای قین اول کلمه یک نمایش داره، قین وسط کلمه یک نمایش داره، قین آخر کلمه یک نمایش داره، قین جدا هم یک نمایش داره. یعنی ما 4 تا شکل هندسی رو یاد میگیریم، هم بنویسیم هم بخونیم و ازشون یک صدا در میاد. اگر این رو توجه بفرمایید میبینید که تعداد علامت هایی که ما باش خط فارسی رو مینویسیم 37 تا نیست، 140 تاست. عین همین داستان تو انگلیسی است. حرف ای بزرگ، ای کوچک و ای چسبان 3 تا نماد مختلفن و همشون یه ای نشون میدن. این رو در نظر بگیرید میبینید که زبان انگلیسی 97 تا علامت داره. همین الان ما اینا رو یاد گرفتیم، ولی مرادمون از 97 تا فقط مثلا 27 تا صداست. برای چی اینو نشون دادم؟ اون بالا دست چپ علامت چیست؟ بی برو برگرد، همه میدونید که اون علامت بنزه. دومیش علامت پپسی، سومیش علامت شانل، چهارمیش علامت تارگته. حالا زیرش نوشته تارگت، ولی تارگت فروشگاهی است زنجیره‌ای که تو این کشورهای انگلیسی زبان هست. مثلا علامت سوپرمن رو لازم نیست اسش حالا بشه خوند یا نخوند، اون علامت سوپرمنه. بنتلیه، ستارباکسه. ما کانادایی عاشق تیم هورتونیم. تیم هورتون مثل استارباکس توی کانادا، کافیش خیلی هم خوشمزه تر از استارباکسه. منظور اینه که این علامت تیم هورتون رو وقتی تو جاده درایو میکنیم ما نمیخونیم، ما این شکل میاد توی ذهنمون، یعنی علامت برامون مهمه. خلاصه داستان این که بشر امروز 10,000 سیمبل میشناسه، فقط 100 تاش یا 150 تاش مال نوشتنه،
بقیه علامت ها علامت تجاری، علامت های فرهنگی، علامتایی که شما میبینید میفهمید. مثلا علامت خطره، علائم راهنمایی رانندگی یه چیزیست که ما یاد میگیریم، مثل زبان که با شما با جاده حرف میزنید. حالا که به اینجا رسیدیم یه نشانه این پایین دست چپ، نه پایین باشگاه پرسپولیس رو میبینید. بعد از باشگاه پرسپولیس علامت هواپیمای ملی ایرانه، اون سبز علامت پیش از انقلابه. بعد از انقلاب کارتون شد، این دومی علامت الان شد. به نظر من زیبایی که یا هنری که در علامت هما سبز رنگش نهفته است واقعا پنهان شده یا از بین رفت، دیسپیر شده در علامت هما الان. این هم یکی از عوارض هر انقلابی است در دنیا. هر چیزی در رژیم قبلی هست باید یه جوری عوض بشه، مال ما بشه. یکیش اینه، من اصلا خوشم نمیاد. به هر حال الان این آبیه علامت. مثلا یکی دیگه پرچم ایران. پرچم ایران هم یکی از چیزهایی که الان هیچ چیز ایرانی توش نیست. بعد از انقلاب دیگه دیسپیر شد تمام نشانه هایی که ایران توش بود. الان توضیح میدم. پرچم ایران بود سفید با علامت شیر و خورشید. این آخرین پرچمی است که ایرانیه. زمانی که بهش شمشیر دادن که اون شمشیر پیشوای اول شیعیانه، کارتون شد. یعنی شیری که شمشیر به دستش بگیره خودش میشه کارتون. اصلا صلابت، زیبایی چیزی توش نیست. شیر که شمشیر دستش نمیگیره. به هر حال وقتی شمشیر رو دادیم بهش، یعنی از حدود 200 سال پیش، پرچم ایران شده کارتون. اون نوار سبز و نوار قرمز علامت بنی امیه و بنی عباسه. یعنی شیرمون شد پاکتی، شمشیر گرفت دستش. اون دوتا نوار هم که شد دوتا طایفه خلفای اولیه اسلام. پرچم شد ایرانی اسلامی. فقط مونده بود اون نوار سفید و شیر و خورشیدش. بعد از انقلاب که شیر و خورشید رو هم برداشتن، حالا چرا اشتباهی بود که این کارو کردن، و جاش یه علامت دیگه گذاشتن. دیگه الان هیچیش ایرانی نیست، هیچ ربطی به ایران نداره، مگر اینکه بگیم اون زمینه سفیدش هنوز از سفید قبل مونده، همه چی شده عربی یا اسلامی. و به نظر من این اشتباه بوده این کار کردن. برای راجع به سیمبال حرف زدم. یک بشر امروز هولوش 10,000 تا سیمبال میشناسه و لازم نیست راجبش بنویسه، همون که میبینه میفهمه. مراد من این است که 400 تا علامت زیادی نیست و بسیار آسونه یاد گرفتن. حالا اینکه یه خط خوب تولید بکنیم با اون شرایطی که عرض کردم کار هنرمنده، کار من نیست. من نیازشو گفتم، روششو گفتم و الان توضیح میدم به چرا باید مثلا 300-400 تا علامت داشته باشه. یه چیزی هم شبیه خودم ساختم واسه اینکه ایده رو منتقل بکنم. اصلا اون شرایط خط ایدئال توش نیست. منم هنرمند نیستم خط ایدئال بسازم. یه چیزی واسه اینکه آیدیا رو بگم گفتم. اینا رو نگاه کنید، این علامت ها رو که میبینید. مثلا فرض بفرمایید که از دست چپ بگه آ، ا، ا، او، او، ای. همین که گفتم ترتیب صداهای فارسی. ا، او، آ، او، ای نگید. این صدا از ته دهان شروع میشه آمدن جلو. آ، ا، ای، او، او. آ، ا، ای، او، او. 6 تا صدا تو زبان فارسی الان داریم. فرض بفرمایید که این 6 تا مانده است. اگر نیاز به صداهای دیگر داشته باشیم در زبانهای دیگه، مثلا فرض بکنید تا 15 تا صدا لازم داشته باشیم، مثل AU، OU و الی آخر. من نمیدونم تو زبانهای دیگه چه صداهای دیگه، یعنی حروف صدا داری وجود داره، ولی بیشتر هم میشد این صفحه بیشتر از این جا نداشت. اینها رو فرض کنید علامت حروف صدادار باشه. من این 6 تایی که تو فارسیه گذاشتم توی باکس که ببینید و از راست به چپ میخونمش. آ، ا، ای، او، او. خب حالا فرض بفرمایید که این علامت دست چپ بشه ب. شبیه بی انگلیسی هم هست دیگه، ب. خب
ب و اون آ اینو باید یه رنگ باشه. من جدا دو رنگ نوشتم واسه اینکه شما متوجه بشید. بشه با، ب، ب، بی، بو، بو. بنابراین وقتی که میگم ب چند تا علامت برای ب وجود داره، تا اینجا دیدید 7 تا، 6 تا صدا داره، یعنی حرف به اضافه صدا میشه یک کاراکتر، یه نمایش، یه سیمبال میشه ب و آ که با هم میشه با، یه علامت. یه دونم که بدون هیچ حرکته. حالا میتونه حرکت و اون صدا هم باشه، مثل آب، اب، اوب، ایب و الی آخر. اگر اینطور باشه، از اینجا اگه کرسر منو ببینید، از شماره 8 این میشه آب، اب، اب، ایب، اوب، اوب. برای زبان فارسی یک صدای ب 13 تا کاراکتر میخواد، 13 تا علامت هندسی میخوام که همه ترتیباتی که با ب میشه ساخت داشته باشه. این که یه حرکت و یه صدا، منظورم بی صداست در واقع، یه حرکت و یه بی صدا رو با هم بیاریم فقط در اول کلمه ممکنه بیاد. مثلا میگیم عکس، به که اولش اومده، عکس، او که یه صداست، بعد بدون حرکته میشه عکس. بنابراین میشه 2 تا کاراکتر. خب اگر اینطور باشه این کلمه رو بخونید، این میشه بابا، یعنی 2 تا نماد بیشتر نیست. این میشه آب، یعنی آب خودش یه دونه کاراکتر بیشتر نیست. حالا فرض بفرمایید این پ باشه، دارم الف ب پ میرم، الف که نداریم اصلا، ب و پ، اینم پش شبیه پ انگلیسی گذاشتم برای اینکه ذهنتون آشنا هست ببینید. میشه پا، پ، پ، پی، پو، پو، آ، اب، اب، ایب، او، اوپ. اگر اینطور باشه مثلا پاپا میشه این و این دوتا. این فرض بفرمایید ت باشه، فرض بفرمایید ت باشه، بنابراین میشه ت، تا، ت، ت، تی، تو، تو، آت، ات، ات، ایت، اوت، اوت. حالا این کلمه این پایین رو ببینید چیه؟ این نشانه است که او داره، اولش هم تست میشه تو، این یکی پست که اینجاست، این میشه توپ، توپ 2 تا کاراکتر. این یکی میشه چی؟ این میشه توت. خب و بقیه من دیگه بیشتر از این وقتتون اونجا نمیگیرم. این عقیده من بود برای خط جهانی و همونجور که عرض کردم در کامل ترین صورتش 400 تا نشانه باید داشته باشیم که این نشانه ها یه جوری میتونن هارمونی داشته باشن، اونجوری که من ایجاد کردم. مثلا حروف صدادار یه نمایشی اضافه میکنه به حروف بی صدا. کار هنرمنده به هر حال، من فقط آیدیا رو عرض کردم. یه اشاره بکنم راجع به صاحب زمانی. من اسکرین شیرمو تموم کنم، ایناش مهم نیست. استاپ اسکرین شیرینگ. بله خب آقای صاحب زمانی که آقای بنکدار فرمودن استاد ایشون بودن، یکی از روشنفکران بی‌نظیر ایرانی هستن. انشالله که عمرشون جاودان باشه. ایشون خیلی کارهای مبتکرانه کردن، من خیلی از ایشون چیز یاد گرفتم. اولا اسپرانتو رو با همون کتابی که ژیلا خانم نشون دادن، زبان دوم، یاد گرفتم. وقتی 13-14 سالم بود. دارم راجع به 10-15 سال پیش حرف میزنم. بعد آقای ناصرالدین صاحب زمانی یک کتاب دارم به اسم خط سوم که بهترین، بی‌نظیرترین تحقیق راجع به شمس تا امروز. هیچ کسی راجع به شمس تبریزی اینجوری که آقای صاحب زمانی تحقیق کردن و در کتاب خط سومشون آوردن، هیچ کس هم هیچ کاری نکرد. از کارهای زیبای آقای صاحب زمانی یک کتابی دارم به اسم دیباچه‌ای بر رهبری، فکر کنم مال سال 53-4 باشه. بسیار زیبا، یک انسان آرمانی که نقش رهبر یک جامعه رو بازی میکنه، یا رئیس یا پادشاه جایی رو بازی میکنه، ویژگی هایی که یه رهبر باید داشته باشه رو اونجا می‌نویسه. بسیار بسیار آموزنده است. خیلی کتاب خوب. من اون وقتی خوندم، بازم مال خیلی دوران گذشته میشه،
ولی خیلی تاثیر گذاشت روم که یک نفر در ایران اینجوری راجع به ویژگی‌های یک رهبر حرف می‌زنه. میدونی که آقای ناصرالدین صاحب زمانی هستن که کشف کردن که در حافظ کلماتی که هم معنی هستن فارسیش مثبت، عربیش منفیه. مثل شیخ و زاهد و من لیست دارم، بذارید حافظم الان یاری نمی‌کنه. بذارید یه مثال بزنم چون مال آقای صاحب زمانی دوست دارم که از ایشون بیشتر تعریف کنم. مثل دیر و صومعه، هر دوش یکیه ولی دیر همیشه مثبت تو حافظ، صومعه منفیه. مثل زاهد و پارسا، به یک معنیه، زاهد عربیه و منفیه، پارسا همون معنیه ولی فارسیه و مثبته و امثال. به خود نوشته های آقای صاحب زمانی اشاره برسید میبینید، یا اگر هفته آینده سعادتی بود من در خدمتتون بودم چند کلمه رو یه بار دیگه میگم. آقای صاحب زمانی تعریف ازشون کرد. راجع به خط که حرف زدم، یه موجی شروع شد حدود مثلا 100 سال پیش در بعضی کشورها که خطاشون عوض میکنن. بعضی خطا به زبانها نمیخورن، مثل ترکی. ترکی رو با خط فارسی مینویسن نمیشه خوند. باید اونقدر تمرین و ممارست به خرج بدی تا بتونی بفهمی این کلمه چیه. من دفعه گذشته یک هفته گذشته اشاره کردم راجع به کلمه حیران با هی دو چشم و بعد زیرش گیلکی نوشته شده. اینقدر زیر و زبر باید آرایش و پیرایش میخواد این کلمات فارسی تا بشه شبیهش کرد به اون کلمات گیلکی. یعنی زبان گیلکی با این خطی که ما داریم هماهنگی نداره. خیلی زبان‌ها این مشکل داشتن. ترکیه اولین کشوری بود یا کشور بارزی است که ما میدونیم خطش عوض کرد، یه خط دیگری گذاشت که پر از نقطه است. حالا نمیخوام بگم این خط بدی یا خط خوب، ولی امروز کاراییش بیشتر از اون خطی است که عربیه یا فارسی. در ایران هم این اتفاق افتاد. خطی که ما الان استفاده میکنیم گویا نیست، همونجور که عرض کردم مثلا وی و ی نداره. بعد مثلا خانه ی ما بالاش یه همزه کوچک میذاریم، امروز یه جداگانه میگذاریم. یه سری مشکلات این شکلی هم بود که دنبالشون بودن که عوض بکنن. آقای آخوندزاده شاید اولین کسی بود که در ایران این رو راه انداخت که ما نیاز به خط جدید داریم. بعد از اون خیلی دنبالش بودن، خیلی هم مخالفش بود. ولی قانون داریم که از مجلس شورای ملی اومده بیرون، قانون تغییر قطعی خط فارسی، و این قانون هیچ وقت اجرا نشد. ولی قانون از مجلس اومد بیرون که قطعا باید خط فارسی عوض بشه. بگذاریم تا امروز همین مشکل وجود داره. خط فارسی خط خوبی نیست ولی از لحاظ هنری خط خیلی زیبایی. وقتی نستعلیق رو می‌نویسن اینقدر چشم نوازه، اینقدر زیباست. برای به نظر من میاد که هنرمندا هر خطی بهشون بدی بالاخره توش زیبایی میآفرینن. من صحبتمو تموم میکنم. اگر سوالی هست که من بتونم جواب بدم خوشحال میشم. برای اون حرفایی که راجع به خط زدم همونجور که عرض کردم نگه داشتم تا اینکه یه مجمع بین المللی قرار بشه من یه صحبت آزاد داشته باشم، اون خط رو معرفی کنم، بگم این باید بشه خط جهانی. اگه تا 7-8 سال دیگه این فرصت پیش نیاد، کتابی که دارم می‌نویسم و این خط توش معرفی میشه میدم بیرون دیگه، تمومش میکنم. یه سوالی اینجا آمده است من ببینم. نه سوالی نه. دوستان عزیز سوالی هست؟ ببخشید آقای دکتر، من میخواستم ببینم تعداد لغت‌های زبان اسپرانتو مشخصه؟ اینجوری جواب بدم. شما اگر یه ریشه داشته باشید با این پیشفند پسفندها که نشونتون دادیم با یه دونه میتونید مثلا یه چیزی در اردر 800 کلمه ازش بسازید. حالا خیلی زبان‌ها این توانایی رو دارن، مثلا تو فارسی هم با یه دونه ریشه میتونید 200 کلمه بسازید. خب حالا همین الان اسپرانتو پرواژه ترین زبان دنیاست. یعنی یه چیزی بالای 16 میلیون لغت داره، در حالی که پرواژه ترین دیکشنری یا زبانی که ما داریم امروز بین انگلیسی و فرانسه جنگه، رو حدود مثلا 360,000 یا یه ادعا میکنن 400,000 لغت داره. من دارم اونجا از 16 چقدر؟ از 160,000 نه چی داشتم میگم؟ در اردر 4 میلیون مثلا لغت داره.
اسپرانتو پرواژه ترین. ببخشید مگه عدد رو اشتباه کردم. خیلی ممنون. خیلی متشکرم آقای دکتر، خیلی استفاده کردم. ممنون. شبتون خوش. زنده باشید. خواهش می‌کنم. خانم آریا تشکر. مرسی. یگانه خانم سوال دارم. یگانه خانم خواهش می‌کنم مطرح بفرمایید. خیلی ممنون. ببخشید من هم یه سوال داشتم. خیلی عالی بود واقعا. استفاده کردم یاد گرفتم. من فقط به نظر میاد یه اسلاید داشتین شما در مورد فعل ورب ها که گفتید که استثناء نیست، معمولا به اسم ختم میشه ولی امری ایمپراتیوشون به یو ختم میشه. آیا استثناء هست یا من اشتباه دیدم؟ نه، من وقتی گفتم فعل منظورم گذشته حال آینده بود. گذشته حال آینده با آس اوس ایسه. اون دوتا جدیده در واقع. یعنی تو اسپرانتو یه همچین وجهی از فعل ظاهر شده، فعل امری. اگر این رو بخوایم صرف کنیم آخرش او میاد، همونجور که دیدید. من مرادم اون نبود، مرادم شبیه سازی با زبان فارسی بود که زبان مثلا حال داریم و گذشته یا انگلیسی. برای مرادم فقط گذشته حال آینده بود. اینا اس دارن. چون شما گفتید که فعل ها همه به اس ختم میشه. هر جا ما دیدیم اس هست میگیم فعل و هر جا که فعل هست اس. ولی در مورد امری این صرف نمیکنه. نه مراد این است که هر کلمه که به اس ختم میشه فعل گذشته حال یا آینده است. اگر به او ختم میشه فعل امره. میشه پس یه استثناء داره در مورد امر. نه این استثناء نیست ولی هر جور دوست دارید نگاهش بکنید. فعل دیگه، فعل امر رو تو فارسی بهش میگیم فعل امر. انگلیسی هم هست دیگه ما. نه صرف کردنی نیست فعل امر. نه تو انگلیسی صرفش میکنیم نه تو فارسی صرفش میکنیم. تو فارسی و انگلیسی هم صرف کردن فقط زمان حال و گذشته است. بنابراین اونایی که صرف میشه که نشان دهنده تنسه همشون اس دارن. فعل امر تنس نداره. خواستم اینجوری توجیهش بکنم. من یه سوال دارم. ببخشید آقای برکتاری، یگانه خانم قبل از شما بفرمایید. یگانه خانم بفرمایید عزیزم. سلام، خیلی ممنونم. زنده باشید. صدا میاد؟ بله یگانه خانم بفرمایید. آقای دکتر خیلی ممنون از صحبتاتون، بسیار جالب و نوین و جذاب بود. میخواستم در کل یه سوال در واقع بنیادی داشتم. میخواستم ببینم اصلا چجوری شد که شما به فکر اینی که یه زبان جدید باید اختراع کرد یا این زبانی که داریم کافی نیست افتادین که حالا چه اسپرانتو که خودش زبان جدیده و چه همین زبان جالبی که الان خودتون توضیح دادین. اصلا چی شد که به این رو آوردین؟ من خط ارائه کردم، زبان نیست. یه نکته عرض بکنم، خط و زبان کاملا دو مقوله جداگانه. از لحاظ تکنیکی هر زبانی رو با هر خطی میشه نوشت. مثل اینکه پشت ماشینه مینویسه زور نزن، فارسی نوشتم ولی با حروف انگلیسی. این در واقع فارسی نوشته ولی حروفش حروف لاتینه. هر زبانی رو با هر خطی نوشته. خط به نظر من، جواب اولتون رو بدم راجع به زبان که اسپرانتو بود. اسپرانتو تنها زبان ساختگی دنیا نیست. یه حدود 20 سال قبل از زامنهوف یه جرمن، یه آلمانی یه زبانی ساخت به اسم ولاپوک. چند تا زبان ساختگی دیگه هم داریم و ممکن در آینده هم بیاد، ولی ولاپوک زبان غالبی بود. توی اروپا پخش شد، کنگره گذاشتن و غیره. یه 10-20 سال بعد اسپرانتو اومد، قوی‌تر، بهتر یعنی ساده‌تر، خلاصه‌تر، خیلی گویاتر بود. اسپرانتو کاملا دامیننت شد و اون ولاپوک فراموش شد. ولی هنوز ولاپوک برای خودش انجمن داره و کنگره داره و از این حرفا. این که یه زبانی باشه که این مشکل دنیا حل بشه به عنوان زبان دوم، فکر قشنگیه. قرن 19 الماس نگین تاریخ بشریته. این تعداد نظریه نو، فکر نو، دانشمند نو با حرفای نو که در 1800
اومده هیچ جای دیگه در تاریخ بشریت نیومده. بسیار بسیار قرن مهمی بوده در تمدن بشری. مثلا فرض بکنید نظریه منشأ انواع اونجا اومده، نظریه کاپیتالیسم که با مارکس اومده همون جاها اومده، زبان نو همونجا اومده. به هر حال خودتون بهتر میدونید خیلی چیزها در اون زمان اومده، من جمله اینکه جهانی نگاه کنیم، برای اینکه ارتباطات مثلا راه افتاده بود و نیاز این که آدم بتونه چند تا زبان حرف بزنه آشکار بود. بر زامنهوف این آشکارتر بود، برای اینکه زامنهوف یه جایی زندگی میکرد که در همونجا 4 تا زبان حرف میزدن. 4 تا خیابون اونورتر یه زبان حرف میزدن، 4 تا خیابون اونورتر یه زبان دیگه حرف میزدن و این باید آدم‌های اون شهر چند تا زبان یاد میگرفتن و این رو زامنهوف دیده بود به عنوان اشکال. برای زامنهوف مال یه سرزمینی است، مال شهری است که هر وقت زبان اسپرانتو مثبت، روسا میگن این تیکه ماست، هر وقت منفی، روسا میگن این تیکه لهستانه. برای جایی که بین این دوتا همیشه رفت آمد کرده. این نگاه که یک زبان بین المللی لازم بوده خیلی آشکاره، خیلی کسا میتونن به این فکر بکنن. زمان معرفیش هم زمان خوبی بوده. این میرسه تا زمان بعد از میاد تو قرن 20 جنگ جهانی اول عاملی بود که گسترش سریع اسپرانتو رو قطع کرد و حالا میتونیم دلایل دیگه هم اضافه بکنیم. ولی اگه جنگ جهانی ها رخ نمیداد اسپرانتو گسترش پیدا میکرد. نظر من این است که اروپا که نظام پولیش یکسان کرد جهش بسیار بزرگی در تمدن ایجاد کرد، خیلی کار مهمی کرد. همین اروپای متحد اگر اسپرانتو رو به عنوان زبان دومش به جای انگلیسی استفاده بکنه و همه اروپا اسپرانتو رو زبان دومشون به کار بگیرن، وزنه این طرف خیلی قوی میشه که انگلیسی که داره دنیا رو میگیره، مثبت منفیش رو عرض نمی‌کنم، این کاریست که داره میشه. میگن تا 2050 90% مردم دنیا انگلیسی میفهمن یا میتونن حرف بزنن. انگلیسی زبان دوم خوبی نیست، خودش خیلی اشکال داره، ولی به هر حال الان که اینجوری شد زبان اسپرانتو برای سادگی و اینکه با یه ماه میتونید حرف بزنید، به نظر من باید اروپا این کارو بکنه. برای خط یه چیزی بود که من به نظر اومد که اون دردسر من این بود که خط فارسی یا خطی که از عربی اومد تو فارسی خط گویایی نیست، خرابه. من الان چند تا مثالش رو زدم، مثلا حرف و و ی نیست، مثلا کلمه سهروردی رو که ما دوستش داریم تو این جلسه امکان نداره یه بچه دانش آموز بتونه این کلمه رو بخونه، محال ممکنه، مگر اینکه واسش بخونی، وگرنه سحروردیه، سحروردیه، اصلا نمیتونه بخونه. باید حتما بهش بگی، برای اینکه خطش اونی نیست که ما میشنویم، اونی نیست که ما میخونیم. دکتر وبلسان نداره، وبلسان نداره، یعنی او نداره. آره فهمیدم. برای اینکه دلم بخواد یه خطی داشته باشم که همه زبانها رو با اون خط بنویسم و هر زبانی رو بشه خوند بدون اشکال، بدون خطا، بدون که کسی به من بگه اینو چجوری بخون. ایده‌ای بود که دلم میخواست یه خط جهانی داشته باشم. اگر یه همچین خطی بیاد و هیچ از وابستگی خودش وابسته به خطش ندونه، این یه ایرادیه که در بشریت وجود داره. شنیدید وقتی ما به دنیا میایم 5 دقیقه بعد به ما یه دین میدن، یه پرچم میدن، یه زبان میدن، یه کشور میدن و ما تا پایان عمر ندانسته باید از اینا دفاع کنیم. هیچ دلیلی نداره. خط هم یکی از اوناست که خیلی وابستن به خط خودشون، اصلا هیچ دلیلی نداره. یه دونه خط که همه زبان‌ها رو بشه نوشت بسیار فکر شایسته‌ایه به نظر من. بله خیلی ممنون، مرسی.